بنده امیر فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده های رانت 9 میلیارد دلار ارز دولتی با شما صحبت بکنیم و یه سری پازل ها رو برای شما کنار هم با یه سری اسناد مدارک کنار هم دیگه برای شما بچینیم که ببینید که داره پشت پرده چه اتفاقاتی قرار میگیره. که خبرگزاری تصنیم به عنوان اولین رسانه اومد تیتر زد که سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی آقای جهانگیری که ما سندهای محرمانه از ایشون داریم، از آقای اسحاق جهانگیری وزیر وقت، که ایشون هم میلیاردی و میلیونی رانت کرده که به زودی همه اینها رو رسانه‌ای خواهیم کرد. اما چیزی که مشخص هستش مردم فکر کنم براشون دیگه این رانت ها و این نمیدونم دل و دزدی فکر کنم دیگه عادی شده، انقدر رانت و لابی میبینن که دیگه فکر کنم براشون این خبرهای معمولی. اما بعضی خبرها هست که پشت پردهش جالبه. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون بفرستید، چون خیلی از دوستان چون سواد رسانه‌ای ندارن و درس رسانه نخوندن نمیدونن که پشت پرده انتشاری سری اخبار چی هستش. بعد یه سری سواد رسانه‌ای افراد بالا بره. ما هم سعی می‌کنیم خیلی ساده توضیح بدیم، پیچیده توضیح ندیم، مثل این اقتصاددانایی که میان تو تلویزیون یا تحلیلگرا از کلمات قلمبه سلمبه استفاده می‌کنن. واقعا مخاطبشون مخاطبای عادی، مردم عادی هستن، نمیفهمن اینا چی میگن. ما در رسانه پشت پرده اومدیم خیلی سعی می‌کنیم ساده توضیح بدیم با سبکی خاص. امیدوارم که خوشتون بیاد، به هر حال یک ایده جدید. خب آغاز میکنیم داستان رو. داستان از این قرار بودش که خبرگزاری تصنیم به عنوان یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اومد اولین رسانه‌ای بود که سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز دولتی رو که همون 4200 رسانه‌ای کرد. بر کسی پوشیده نیست که خبرگزاری تصنیم ابتدای آغاز فعالیتش به عنوان رسانه‌ای بود که از مشهد فعالیت خودش را آغاز کرد و دفتر اصلی خبرگزاری تصنیم میدونید که در تهران در خیابان میرزا شیرازی، اما قبل از اون در مشهد بود و یه سری افراد پرنفوذ در مشهد فشار آوردن که خبرگزاری تصنیم به عنوان یک خبرگزاری رقیب خبرگزاری فارس که هر دو از سپاه پاسداران خط میگیرن و بودجه میگیرن اومد فعالیت خودش را آغاز کرد. و جالب بدونید که کارمندانی که مثلا به هر دلیلی اخراج میشن از خبرگزاری مهر یا با خبرگزاری مهر زاویه دارن میان در تصنیم کار میکنن و خبرگزاری تصنیم کارمنداش که اگر مشکل ایجاد بشه براشون یا زاویه داشته باشن خبرگزاری تصنیم میرن مهر کار میکنن. پس این دو یکم با هم دیگه اختلافات درون سازمانی دارن. این برای خیلی از دوستان میگم که این قضیه رو نمیدونن. اما چیزی که اصل هستش این هستش که من اینجا در فایل نوتپد گذاشتم. این خبر رو اولین بار خبرگزاری تصنیم که از مشهد داشت خط میگرفت منتشر کرد. از قول کی؟ از قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سرنوشت 9 میلیارد دلار ارز دولتی که با نرخ دولتی داده شده مشخص نیست. گفت شفاف سازی اولین گام برای جلوگیری از رانت با ارز 4200. متن خبری هستش گفته که آقای عزت الله یوسفیان گفته آقا باید شفاف سازی بشه، ما ارز دولتی نداریم که مثلا به صورت محرمانه داده بشه، از بودجه مردمه، باید خیلی شفاف و رک بیان به مردم این قضیه رو بگم. به محض اینکه این خبر منتشر شد مثل بمب در رسانه‌هایی همچون توییتر که در ایران فیلتره پیچید. خیلی اومدن گفتن آقا این 9 میلیارد دلار گم شده از جابنده، تقاضا میشه بیاد اینو بدن و تصویر حسن کلیدساز رو نشون دادن و گفتن که آقا این پول معادل این هستش که بخوایم 35 بار اسکناس $1 روی کره زمین بپیچه، یعنی اینقدر این پول زیاده. و حالا تیکه‌ها و هشتگ‌های جالبی هم زدن و نمیدونم خیلی هم عکس خبرگزاری تصنیم رو به عنوان اولین رسانه گذاشتن و گفتن که برج خلیفه دبی که بزرگترین برج هستش، میدونید که در روزایی که هوا ابری میشه در دبی نوک این برج روی ابر قرار میگیره، یعنی انقدر این برج بزرگه. گفتن برای ساختش 1.5 میلیون دلار هزینه شده. حساب بکن اگر اون پول رو میتونستن باهاش 6 هفته از این برج خلیفه دبی رو بزنن. خلاصه مردم نشون داده و جنجال در خبرگزاری ها و در توییت ها و در رسانه ها زیاد شد. بلافاصله خبر 23 انتظار میرفت که باید این خبر رو پوشش بده. خبرگزاری صدا و سیما 23 با من پروبنده بخش خبری به این قضیه پرداخت. ببینید چجوری پرداخت.
خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس با این تیتر که 9 میلیارد دلار ارز دولتی جالبه، خبرگزاری تصنیم نوشته بود 9 میلیارد دلار ارز دولتی گم شده، اما وقتی امروز میرید نگاه میکنید نوشته سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز دولتی. خب این یکم جای سوال داره دیگه. خب گم شده باعث شد خیلی زود واکنش یعنی تیتر رو خبرگزاری تصنیم عوض کرد، دید اوه داره گندش بالا میاد، اومد تیتر رو عوض کرد. صدا سیما البته به این قضیه توجه نکرده بود، از عکس قدیمی استفاده کرده بود. در شبکه‌های اجتماعی شکل بگیره. یکی نوشت نذر کنید تا پیدا بشه. یکی نوشت هر کی پیداش کرد به اولین لبنیات فروشی محل تحویل بده. یکی از سلبریتی ها فریاد وا اسفا سر داد و به اصطلاح به طنز نوشت چرا البته این سلبریتی ها خب ولشون کنید دیگه، نه اونایی بودن که از روحانی حمایت می‌کردن. اما نکته جالب رو گوش بدید که چرا این خبر در 23 کاور شد. ببینید خبر، من اینجا می‌نویسم خبر ای بابا در 23 کاور شد. حالا بریم خبر چندم، خبر آخر. بریم آب به آسیاب دشمن میریزید و سیاه نمایی میکنید و کاربران دیگری هم هر یک در صفحهشان مطلبی از سر تعجب یا حساب و کتاب و مقایسه نوشتند، همگی با هشتگ 9 میلیارد دلار. این نوع اینجوری 23 کاور کرد که بگی کاره توی جامعه خیلی این قضیه متشنج شده. البته 23 معمولا خبرهای مهم جامعه رو منتشر نمیکنه، اما این 9 میلیارد دلار رو استثناً کاور کرد. داستان داره. بعضی از کاربران اما این نوع واکنش‌ها را به دلیل در جریان نبودن کامل از جزئیات ماجرا شتاب زده عنوان کردند. اما ماجرای واقعی این پول که با تیتر گم شده منتشر شد چیست؟ الان خودت آیون میگن حدود 2 میلیارد و کردی دلار ارز رو اعلام کردن، برای چی؟ ولی حدود 9 میلیارد دلار مبهم هست. این مبهمه، یعنی مگه میشه توی یک سیستم در نظام مقدس اسلامی یک چیز مبهم باشه؟ خیر سلام مسلمونیم، حلال و حرام بعد سرمون بشه، حق و ناس بعد سرمون بشه. خب پاک نیست کجا رفته و چی شده. پس بیشتر منظورتون این بوده که در مورد این 9 میلیارد دلار شفاف سازی بشه، گم نشه. بله. بیشتر شفاف سازی باید صورت بله بگیره. شفاف سازی بشه. بله. چون اعلام نمی‌کنن اینجور تعبیر میشه که فعلا گمه دیگه مسئله. پیدا وقتی نباشه نگه. میگه نامبهمه، بعد میگه خب گمه، ببین چه جور ماسمالی میکنن خبر رو. خب به کی دادن؟ ما آدرسی نداریم ازش، خود آدرس به ما بدن. بله آدرس نداریم، آدرس به ما بدن. حالا چه اتفاق افتاد؟ این آقای روحانی خب که همیشه دم از اختلاس هم میزنه، حالا به این هم میرسیم. اما درست در همین روز ما دیدار آقای خامنه‌ای با آقای رئیسی رو در مشهد داشتیم. پس چی؟ دیدار آقای خامنه‌ای با رئیسی رو در مشهد داشتیم. و درست در همین امروزی که این خبر اومد بیرون، خب ما سخنرانی احمدی نژاد رو داشتیم. احمدی نژاد رو داشتیم که میگفتش که آقا روحانی و بعد 3 قوه استعفا بدن. خب حالا شما این پازل رو حل کنید. خبرگزاری تصنیم نزدیک به مشهد، خبر اولم بود در 23 در مشهد داره اتفاق میفته. خبر در 23 کاور میشه به عنوان خبر آخر. اما تو خبر اول دیدار آقای خامنه‌ای رئیسی رو میبینیم در یک مراسم مذهبی. تو خبر اول سخنرانی احمدی نژاد رو داشتیم که گفت 3 قوه باید برن و داره حمله صورت میگیره. ببینید این نشون میده که داره داخل جامعه ایران از درون یه سری اختلافات ایجاد میشه، داره یه سری گروکشی‌های سیاسی داره انجام میشه. همین آقای روحانی ببینید تو خودشون تو زمان انتخابات چه سخنرانیایی میکردن. گوش بدید، جالبه. 2 نکته کوتاه توجه کنید. اولا بدانید تخلفات از آن مدیران انگشت شمار در کشور ما بوده. میگه تخلف توسط مدیران انگشت شمار در کشور ما بوده. پس این همه تخلف و رانتولابی کجا صورت میگرفته؟ اینو کی میاد صحبت میکنه این سخنرانی رو؟ زمانی که 4 سال اول دوره ریاست جمهوریش تموم شده بود، میخواست برای 4 سال دوم صحبت بکنه. اما تو 4 سال اول موقعی که میخواست
احمدی نژاد رو بزنه. احمدی نژاد هم کم دلودوزی نکرد دولتش، ماشاءالله تیم ملی اختلاس بودن. حالا الان دایه چی میگن، یه صحبتایی میکنن، یه ضرب المثلی هست، دایه داغ‌تر از مادر، یا همچین چیزی هست ضرب المثل. حالا شده برای ما میگه آقا برید استفاده، خودتون اون زمان چی کاره بودی؟ ببینید حالا تو دور اول چی میگفته. 499,000 نفر رو مشغول به کار بکنه. امروز در بخش‌های مختلف تولیدی اگر یک مقدار ثبات برگرده، مردم بدونن مقررات هر روز تغییر نمیکنه. خود شما در صدا و سیما چقدر هر شب مقررات جدید رو میخونید؟ گاهی در عرض یک ماه 40 بار 50 بار مقررات اقتصادی تغییر میکنه که میاد اینجا. حالا جالبه تیکه میندازه به اختلاس 3000 میلیاردی و امثال اون. حالا یادش نمیاد تو خودش اختلاس تو تیمش زیاد بوده. الان نمیاد در تلویزیون آقای روحانی راجع به این قضیه صحبت بکنه. بعد جالبه رسانه هم نمیاد خیلی شفاف به مردم توضیح بدن آقا چه اتفاقاتی داره میفته. حالا یه تیکه دیگه از این پازل هم جالبه بهتون نشون بدم که در روزهای گذشته آقای خاتمی میاد راهکار 15 مرحله‌ای میده. اینم جالبه بدونید، راهکار 15 مرحله‌ای. اصلاح طلب هم هستیشون. خب این راهکارا رو هم داشته باشید تا برسیم به این که آقای روحانی که خودشون هم اصلاح طلب هستن بیشتر خط از این آدم خط میگیرن، خودشون هم تو دولتشون کم فساد نداشتن، اما دولت قبلی هم میبرن زیر سوال. تو اون دولت خراب بوده، همه چیز فشل بوده. اما چرا شما نمیاد در دولت خودتون اینجوری با مردم با این ادبیات صحبت بکنید؟ گوش بدید. مردم 3000 میلیارد تومان خوب یادشون هست، به خاطر اون فساده یادشون هست این رقم. فقط اون فساد نبود که رفت دادگاه. من فکر کنم تو دادگاه وجدان مردم خیلی ها باید برن دادگاه، خیلی باید برن که چرا کاری نکردن که ما هر ماه 3000 میلیارد تومان عدم و نفت داشته باشیم، ضرر کنیم و این جوانها و این 3 میلیون نفر بیکار باشن، خودشون شرمنده باشن، پدر مادراشون. من از مردم میپرسم کدام خانواده هست الان که بیکار نداشته باشه؟ خب چرا شما برطرف نکنید؟ این سال 88 شما گفته های روحانی، پس چرا الان چند سال شد؟ 5 سال شد دولت دستته. چیکار کردی تو این 5 سال؟ همه میخوان مهاجرت بکنن. کدام خانواده است که با مشکل بیکاری مواجه نباشه؟ ما نمیتونستیم این مشکل حل بکنیم. اگر دولتی با تدبیر کار میکرد این مشکل حل و فصل. یک تحول بزرگ در کشور باشیم. رشد اقتصادی ما کجاست؟ ما قرار بود در چشمانداز 20 ساله، بله قرار بود و اینا زیاده. خب اما چیزی که مشخصه، شما با قرار دادن این چند تا پازل در کنار هم دیگه راحت میتونید سرنوشت این 9 میلیاردی که یک خبر بود رو پیدا کنید و بدونید که داره چه اتفاقاتی پشت پرده میفته و دارن فقط مردم رو بازی میدن. و من فقط یه چیز میتونم بگم که سیاست پدر و مادر نداره. مردم بازی نخورید، فقط سعی کنید دانش خودتون رو بالا ببرید. همین کاری که ما داریم در برنامه پشت پرده میکنیم. لطفا ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتونم به اشتراک بذارید.